دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین از MMA، درود بر شما. از زاگرب در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری مسابقات اوپن زاگرب اولین دور از رقابت‌های رنکینگ‌تر اتحادیه جهانی کشتی در سال 2024 آغاز شده. دو تا بچه‌های ما کشتی‌هاشون رو با برد سپری کردن و امتیاز عالی شکست دادن حریفانشون رو و این سومین کشتی امروز هستش. رحمان عوض‌زاده خلیلی در اول کشورمون در مقابل کشتیگیر از ترکیه عبدالله توفراق قرار گرفته. عبدالله توفراق کشتیگیر شناخته شده ترک ها، کشتیگیر دست و پا بستنی. ببینیم چه میکنه رحمان. روزهای اوج خودش هستش یا نه؟ دست زیر کتف، سبک و سیاق همیشگی خودش او به جلو رسن به کار کشتیگیر ترک تن و بدنش خال دورتر نشون میده. درخواست کمکاری میشه برای دونده آبی و کشتی نگه میده و تذکر رسمی رو میده به کشتیگیر ترک کمکاره. کشتیگیر ما کاملا گارد پایین، رحمان با دونده قرمز داره کشتی میگیره. قهرمان جهان، قهرمان آسیا در مقابل عبدالله توفراق که جام وحی امره برنز گرفت. یه لحظه میکنه 4 تایی برن یا 2 تایی، 2 تا میگیره. یه مقدار دیگه میتامون یه 4 تایی میگیره. نچه کشتی 2 بعد 0 میشه. حالا ای دکتر دبیر هم در سالن حضور داره و توصیه لازم رو هر از گاهی میده به کشتیگیر ما. درخواسته یه لحظه رفت برای زیرگیری ولی از راه دور کاملا مسلط نبود، یک زیر چشم بسته نشون داد. بغل اومد برای زیرگیری، درخواست کمکاری میکنه داور برای دونده آبی و اینجا مورد تایید قرار میگیره و شاتکلاک فعال میشه روی کشتیگیر ترکیه عبدالله توفراق که از کردم برنز جام وحی امره رو تو کارنامه خودش داره. برنز جوانان جهان رو گرفته این کشتیگیر دست و پا بستنی. برنز ستارگان جهان رو کارنامه خودش داره. البته تو کشتی فرنگی این کشتیگیر فنون فرنگی رو هم آشنایی داره، باید مراقب باشه رحمان. یه لحظه حالا خراب میکنه، میتونه دور بزنه، یه لحظه سعی کرد دور بزنه دسته که، ولی خب آرنج رو گرو گرفت تو کشتی ترک. عبدالله توفراق کشتی بلد و زیرک ترک ها 30 ثانیه به پایان میرسه، یک امتیاز میگیره رحمان. دسته که سعی میکنه توش خارج کنه. 20 ثانیه زمان داریم. یه لحظه حالا پیچ کمر سعی کرد خراب کنه کشتی ترک رو، کاملا کشتی حالا توش خارج میکنه، یک امتیاز دیگه میگیره. نچه کشتی حالا 4 بر 0. خاطر فرازفن هم میخوام بدن، ببینیم مورد تایید قرار میگیره یا نه. خب یک پایدید شاخ ثانیه های پایانی 3 دقیقه اول. بینیم نگاهی رو به ساعت میندازه کشتیگیر ما تا خودش آماده کنه برای 3 دقیقه دوم. ببینیم محسن کاوه توصیه لازم رو میده به شاگردش. عادی وفایی پور هم کمک میکنه به محسن کاوه که یکی دوتا از مربی‌ها ویزاشون صادر نشد و دست تنها مونده. عزیزانی هم که به تازه به جمع برسید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر کشتی‌های بعدی عزیزانمون باشید. پیج اینستاگرامی ما حسین از MMA، اونجا هم میتونید آخر اخبار و رویدادهای برای عزیزانمون رو پیگیری کنید. ما هم سعی می‌کنیم لینک ویدیوها رو براتون اونجا استوری کنیم که خیلی راحت با کلیک بر روی لینک وارد یوتیوب بشه و کشتی‌ها رو تماشا کنیم. بریم به 3 دقیقه دوم. رحمان عوض‌زاده سری مسابقات اوپن زاگرب اولین دور از مسابقات رنکینگ‌تر اتحادیه جهانی کشتی.
2024 رو به جلو دستش مثل همیشه کار میکنه. گاردو کاملا پایین آورده ولی فتوشه خارج میکنه، یک امتیاز دیگه میگیره با گلدوری. رحمان عموزاد در نیمه نهایی احتمالاً با دیگر درآور کشورمون به هم میخورند با عباس ابراهیم زاده که کشتی قبلش رو 10-0 شکست داد حریفش رو. این کشتی دست حسینی عبدالله توپراق کشتی نمایشگاه ترک‌ها. رحمان عموزاد که قهرمان جهان شده، طلای قهرمان آسیا رو تو کارنامه خودش داره، طلای نوجوانان آسیا رو داره، طلای نوجوانان جهان رو داره. یه لحظه باید برای جیگیری و پا میرسه و فایت میکنه. کشتیگه دست پا بسته نی کشت رو محکم میشینه در فایت، نباید امتیاز بده، سعی میکنه برای بارنداز رو به هر تدبیر هست میزنه، دیگه نباید بارنداز بخوره. چه کشتی 6/4 و فریادهای دبیر از کنایه تشک که میگه رو به جلو حرکت کن و بعد میتونه سرپا بده دیگه. چه کشتی 6/4 کشتی تو به کشتی برمیگرده. حالا اختلاف امتیاز کم میشه، رحمان میره برای جای فتح تشک خارج میکنه و یک امتیاز میگیره. چه کشتی 7/4 میشه. حالا تو خاک رحمان باید کار کنه یه مقدار، تو خاک راحت بارانداز میده. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. میرسه یک بار دیگه برای زیرگیری ولی این بار هوشیار بود رحمان، دستی که کاملا گاردو میاره پایین. حالا پیش میندازه، دور میزنه و تشک خارج میکنه. یک امتیاز بخاطر فرازفن میتونم بدم. بله بخاطر فرازفن میتونم بدم. 2 امتیاز برای خاک دادم و 1 امتیاز بخاطر فرازفن. بله کاملا درسته، کاملا درسته. این تشک خاک میشه و 1 امتیاز هم بخاطر فرازفن میدم. کاملا پشت به میهن رو به دشمن، البته میگم پشت به دشمن رو به میهن، کشتیگیر طور فرار میکنه. حالا باید در خاک بنشینه. رئیس توشه اعتقاد داره که کشتیگیر طور باید در خاک بنشینه. چه کشتی حالا 10/4 رئیس توشک یه دوتایی میخواد. بله یک اخطارم به خاطر فرازفن روی تابلو ثبت میشه. نتیجه کشته 10/4 و 2 اخطار روی تابلو ثبت شده. یک اخطار دیگه بگه دیسکالیفر میشه و فکر نمی‌کنم رحمان کار رو به اونجا برسونه. ببینیم کار رو تمام میکنه رحمان یا نه. مایه فتیل بارانداز رو جمع و جور میکنه رحمان. یاور سر پا میده، اشتیاقی نداشت بره برای اجرای فن. احتمالاً انرژیش رو داره ذخیره میکنه برای کشتی‌های بعدی. از زیر کتف از این من کشتی ترک عبدالله توپراق از رو گرفته، پیش میندازه، دور میزنه و تشک خارج میکنه. کاملا رو بقیه فرار کرد. 3مین اخطار رو میتونم بدم و فرازفن 3 اخطاره و کار تموم میشه. 3 اخطاره و کار تموم میشه، دیسکالیفر میشه. داور درخواست میکنه این مورد تایید قرار میگیره نه. بله تمام 3 اخطاره میشه و کار تموم میشه. خب نتیجه کشتی 11/4 کشتی ترک 3 اخطاری میشه و دیسکالیفر. خب دوستان تا لحظاتی دیگر، درودی دیگر، بدرود. The winner of the match on the mat B is